بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همه شما پدران عزیز و همه شما برادران عزیز را به این روز جمعه، سردار روزهای هفته، تبریک و تهنیت میگویم و یک جایه با شما در این روز سید دعا میکنیم که خدای مهربان این روز سید را برای همه ما بندگانش سید بگرداند، مبارک بگرداند و خدای مهربان از این اجرهایی که در این روز جمعه هست همه این جمعیت ما را برخوردار بگردانی و خدایا در هر یک قدم هایی که به سوی این مسجد گذاشتیم سیئات ما را کوره بگردانی و در هر قدم ما حسنات در نامه اعمال ما کتابت بفرمایی و خدایا تا هفته دیگر این جمعیت ما را صحت و سلامت نگه بداری. گذشتگان ما خدایا رحمت و مغفرت بگرداد و بیماری هایی که در این جمعیت داریم، در بیمارخانه ها داریم، خدای مهربان همگی را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگرداند و تمام آن زندانی هایی که امروز در زندان ها هستند خدای آنها را هم صحت و سلامت با یک اخلاق های حمیده و خاندانشان صحت و سلامت برسانی و تمام مهمان هایی که در این جمعه ما و شما اشتراک دارند خداوندا پی قدوم اینها را در این شهر ما مبارک بگردانی و صحت و سلامت به خاندانشان برسانی و خدایا رئیس جمهور ما را که برای آبادی این تاجیکستان سعی و کوشش ها دارد، حرکت ها دارد، خدایا ایشان را باز غیرتش را زیاده بگردانی، عمرش را دراز و توفیقش را خدایا رفیق بگردانی. آمین یا رب العالمین. الحال از ما برادر حاجی دلیر و برادرمان دوران خواهش کردن که این جمعیتی روز جمعه که الحال مادرشان در خاک گذاشتیم که همه شما شاید آگاه باشین، گفتن این جمعیت در حق مادر ما دعا کنن. از این خاطر از شما هم خواهش میکنیم که دست برداریم دعا کنیم که خدای مهربان این مادر را روحش شاد و قبرش خدای مهربان پر نور بگرداند و قبرش را خدایا به باغی از باغهای جنتش مبدل بگرداند و فرزندای خیلی خوب و سالم هم باقی ماندن. خدایا عمر فرزنداش دراز و تنش خداوندا صحت بگرداند. آمین یا رب العالمین. جمعه گذشته به شما خبر دادیم که در باب فضیلت صدقه، خیر احسان، کسانی که سخاوت پیشه هستند، کسانی که دست خیر دارند، انشاءالله بهر شما در مدت معین شده صحبت میکنم و الحمدلله که این ساعتم بر ما دست داد و حیات ما باقی بوده است. اگر خدای مهربان مهلت دهد در این دوام یک ساعت انشاءالله
من در باب فضیلت صدقه با شما صحبت میکنم، زیرا البته این موضوع را هم ما یک باره از پیش خود خواستیم که به سمع شما رسانیم، زیرا بعضی از برادران ما و شما فهمیش پیدا نکردن که ما در باب کدام خیر احسان صحبت میکنیم که حتی آوازه ها کردن گویا که حاجی مرزا خیر احسان من میکردگی باشد. از این خاطر ما هیچ وقت حقوق نداریم و هیچ وقت حق هم نداریم که اینقدر آیت های بیشمار، اینقدر احادیث های پیغمبر در باب خیر احسان وجود دارد مقابل اینها برآمد کنیم. از این خاطر انشاءالله من در این باب با شما میفهمانم، لیکن قاعده هایی که کیها خیر احسان کند اینها هم انشاءالله گفته می شود، اگر با شرطی که وقت موافقتی کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظیم. این آیتی که تلاوت کردیم از سوره مبارکه بقره هست که بعد از سوره فاتحه در قرآن موجود است. پیش از آنه که من در اطراف این آیت و شما صحبت کنم، میخواهم آغاز صحبت را از چند مصرع‌های شعری که ایجادیات خود تاجیکان ما و شما هستند، مسلمان های ما و شما هستند، برادران ما و شما هستند که پیروی آیت های قرآن و پیروی احادیث های پیغمبر هستند آغاز کنم. در سخا کوش ای برادر، در سخا تا بیابی از پی شدت رها. باش پیوسته جوانمرد ای اخی، زان که نبود دوزخی هرگز سخی. در رخی مردی سخی نوری صفاست، در رخی مردی سخی نوری صفاست، زان که در جنت قریبی مصطفاست. حق تعالی بر دری جنت نوشت، این که جای اسخیا باشد بهشت. خدا رحمت و مغفرت کند. بهترین مصرع بندی ها، بهترین ایجادیاتی که از زبان شاعر به ما رسید و الحال من بهر شما این خواندم که این مصرع ها هم عاید موضوع امروزه ما و شما هست. شاعر چی میگوید؟ ما این از شاعر نگوییم، حتی گوییم خدا چی میگوید، پیغمبر چی میگوید، غلط نمی کنیم. زیرا من در شأن این به شما چند حدیث دیگرم و چند آیت دیگرم تلاوت میکنم. شاعر میگوید در سخا کوش ای برادر، در سخا تا بیابی از پی شدت رها. حضرت به ما و شما یک پند پدرانه، یک پند خیلی با حکمت و بلند گفته ایستاده است. ای برادر عزیز، ای کسانی که امروز مال دارید، ای کسانی که امروز از شرایطتان دیده بالاتر با برای شما مال وجود دارد، دستهای رسا دارید، مراجعت دارد که مادام این شرایط که خدا به شما آورده است
سخاوت پیشگی را فراموش نکن. کاری کن که در دنیا نام تو سخی باشد. کاری کن که وقتی از دنیا هم که گذشتی تو را یاد کنن که بسیار برادری سخی بود، بسیار برادری بود که فکر همسایه را میکرد، فکر طالب علم میکرد، فکر مسجد میکرد، فکر یتیم بچه ها را میکرد. این ذکرهای خیر از پس تو یاد شود تا بیابی از پی شدت رها. اگر تو مال خودت را در راه الله خیر احسان کنی، اگر در آن راههای درستی که پروردگار خبر داده است مال تو اگر روان شد، تو از همه مشکلات میبرایی. شاعر میگوید اگر تمام کارهای تو گره بستگی باشد، اگر تمام کارهای تو بسته شده باشد، زمانی که تو مال خودت را در راه الله خیر احسان میکنی، تا از همه شدت ها خلاص میابی. دیگر پیش هیچ کس نرو، زاره و تولا نکن که کار من بند است، کارهام حل نمی شود، تجارتم سودام بند است، پیش هیچ کس نرو. فقط چیکار کن؟ از مال دادگی که خدا به تو داده است خیر احسان کن. خداوند کارهای تو را کشاده میکند، همه مشکلات تو را رها میکند، تو را از همه دردها حتی که خلاص میکند. زیرا بین حبیب خدا میگوید داو مرضاکم بالصدقه. اگر کدام از شما بیمار شد، پدرت بیمار است، مادرت بیمار است، خواهر و اپت بیمار است، چیکار کن؟ چگونه پیغمبری خدا چی توصیه دادن؟ گفتن خیر احسان کن. بیماری های شما بستری بیماری را ترک میکنند. اگر شما خواهید بیماری های شما روی پا شوند، خواهید که بیماری های شما باز مسجد روند، خواهید که بیماری های شما باز صحت و تندرست مثل اوله شوند، خیر احسان کنید. این سخن پیغمبر است. امروز ما و شما بیماری ها من خیلی آدم های کم است که با طریق خیر احسان صدقه کنند. خیر احسان خیلی کم است. حتی امروز ما بیماری ها منم به آیت های قرآن هم بسیاری ها من حتی دوایی نمی کنیم. ما و شما با آن عمل های چنگ میزنیم که نه خدا راضی است نه پیغمبر راضی است. امروز ما دوایی های آن چیزی که حرام هستند با آنها دوایی میکنیم، لیکن یک نفری که قرآن میخواند بالای او آورده بیماری مونده، حتی قرآن خوانی را فراموش کردیم. حتی خیر احسان قطعی بیماری ها من شفا بخشیدن فراموش کردیم، حالان که پیشوای ما معلم ما فرموده ایستاده است ای امتان من، شما از درد و غم خلاص میشوید زمانی که اگر خیر احسان کنید، دردهاتان پروردگار نابود میکند. در دوام حضرت چی گفتند؟ باش پیوسته جوانمرد ای اخی، زان که نبود دوزخی هرگز سخی. پیوسته میگوید سخاوت برای خودت درس کن، پیوسته دسترخوان تو کشاده باشد، پیوسته دستی تو میدادگی باشد، دهنده باشد، پیوسته تو از برادرای فقیر و بیچاره و همسایه های کمبغل یادآور باش. گفتن حضرت. شاعر میگوید زان که نبود دوزخی هرگز سخی. زیرا من برای شما میگویم که هیچگاه آدمی سخی وارد دوزخ نمی شود. این با تمام اطمینان است، با تمام باوری هست که انشاءالله الحال من از پس این برای شما حدیث هاشا میخوانم. در دوام شاعر برای ما و شما چی گفت؟ در رخی مردی سخی نوری صفاست، زان که در جنت قریبی مصطفاست. آدم های سخی گفت چه چهره های آلفته دارند، چه چهره های تازه دارند. زیرا پیغمبر در بعضی حدیث ها میگد این المسئله کد
یکد الرجل بها وجهه. طلبیدن، وقتی انسان طلبنده می شود، طلبیدن برای خود کسب می کند، پیغمبر گفت در چهره او خطهای پیدا می شود. یعنی چهره او را خیلی درشت می کند انسانی که در دنیا اگر طلبیدن، یعنی طلبیدن برای خود اختیار می کند، در این طمع را برای خود کشاده می کند. که امروز بعضی از پیشواهای ما این عادت دارند. بعضی از پیشواهامون حتی بیچاره ها طلبنده شدند. برای ما بده، حقی بابا تبته، حقی پیشوا تبته. حالا که این المسئله لا تحیلو، پیغمبر میگه طلبیدن حلال نیست، حلال نیست. الطمع یذهب الحکمت من قلوب العلماء. حبیبی خدا میگه اگر میخوای عالم، میخوای پیشوا، میخوای خطیب، میخوای ایشان و شیخ قدرت گم نشود، طمع را برای خود، دروازه طمع را برای خودت خوی نکن، شاده نکن. زیرا وقتی اگر تو دروازه طلبیدن، دروازه طمع را اگر برای خودت کشاده کردی، یذهب الحکمه، تو تمام، تو دیگر در بین مردم وقار نداری، تو در بین مردم هیبت نداری. دیگر مردم دیگر از سخنهای تو هیچگاه اصلاح نمی شوند، زیرا تو خودت رخنه کننده قانون اسلام هستی. شاعر گفتن در چهره آدمی سخی نور صفا هست، زان که در جنت قریبی مصطفی است. آدمای سخی پیشواشان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است در روز قیامت. کسی سخی هست. در آخر حضرت چی گفتند؟ حق تعالی بر در جنت نوشت این که جای اسخیا باشد بهشت. این بهشتی که ما با این قدر ناز و نعمت او را آرا دادیم، تارا دادیم، این برای کیا هست؟ برای کسانی که در دنیا کسب سخاوت دارند، سخاوت پیشه هستند، دلیر هستند، از مالهای داشتگی و از مالهایی که خدا به آنها داده است و برادرای فقیر و مستحقها تقسیم میکنند. حبیبی خدا میگوید السخا شجرة من اشجار الجنه اغصانها متدلیات فی الدنیا فمن اخذ بغصن منها ذلك الغصن قاده ذلك الغصن الى الجنه. سخا گفت اصل این درختی هست در جنت است، لیکن نوده های این درخت سخا در دنیا هست. کسی اگر با نوده از این نوده سخاوتی چنگ میزند، این نوده او را کشال کنان گفته به جنت میبرد. کسی در دنیا به نوده از نوده این درخت سخا اگر چنگ میزند، این حدیث متفق علیه است. در دوام چی گفت پیغمبر؟ والبخل شجرة من شجر النار اغصانها متدلیات فی الدنیا فمن اخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن الى النار. بخلم گفت درختی هست که در آتش دوزخ است، اصلش ریشش، لیکن نوده های او گفت در دنیا هست. کسی که اگر مالدار است، دولتدار است، لیکن برای دادن مال در راه الله بخیلی را برای خود اختیار کرده، یعنی بخیل است، نمیدهد، غیرت ندارد، این معنای او را دارد که وی با چنگ با این نوده های بخل زده است و این نوده وی را کشاله کنان کجا میبرد؟ دوزخ میبرد. السخی پیغمبر میگوید قریب من الله، قریب من الناس، قریب من الجنه، بعید من النار. کسی که در دنیا نامش سخی هست. سخی گفته اون کسی را نمیگن که هر روز یک گاوی را ذبح میکند یا هر روز 100 سامان و 50 سامان تقسیم میکند. هر کسی که موافق وسعش، موافق قوتش، خدا چند مقدار به تو قوت داده، شرایط داده است، تو از همون مقدار قوتت اگر سخی کنی، یعنی سخاوت کنی، تو الک سخی هستی. حبیبی خدا گفتن، سخی گفتن
خریب است به پروردگارش، خریب است به مردم. بین آدم سخی را مردم دوست می‌دارد. کسی که اگر سخاوت سخیگی را برای خودش اختیار کند، سخاوت خودش یک حکمت شمین است که مهر و محبت در بینتون پیدا میکنه، دوستش می‌دارد مردم. قریب من الناس گفت پیغمبر، قریب من الجنه، با جنت هم آدم سخی گفت نزدیک است. بعید من النار، لیکن از آتش دوزخ دور است گفت. و البخیل، پیغمبر گفتند بعید من الله، بعید من الناس، بعید من الجنه، قریب من النار. آدم بخیل چی؟ آدم بخیل پیغمبر خدا گفتند دور است از پروردگارش، دور است از مردم، دور است از جنت. از مردم خیلی دور است. برای چی امروز آدمای با یک کم بغل ها بد میبینند؟ برای که بای ها امروز مرده شدند. بای ها امروز برای خودشان تمام راحت انتخاب کردند، لیکن برای برادر مؤمنش نه. حالا که حبیب خدا چی میگوید؟ اگر بعضی آدم‌ها بای هایی که بخیل هستند اگر پرسان کنی وای میگوید من الحمدلله مسلمانم. اگر مسلمان که باشی، پیغمبر خدا میگه لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. ایمان شما کامل نیست تا آن زمانی که آن چیزی را که برای خودت دوست می‌داری برای برادر مسلمان دوست نداری. برای برادر مسلمانت آن چیزی را که دوست نمی‌داری، یعنی برای خودت دوست می‌داری و برای برادر دوست نداری، اینجا ایمان تو کامل نیست. اگر همون انسانی که به دولت است، خدا را شرایط داده است، مال داده است، ملک داده است، اگر بهترین خوراک‌ها را استفاده می‌برد، بهترین مرکب‌ها را سوار می‌شود، بهترین لباس‌ها را می‌پوشد، لیکن برای برادر مؤمنش این عیب نمی‌بیند، برای برادر مؤمنش این مناسب نمی‌بیند، یا برادر مسلمانش تماماً به یادش نمی‌زند، این پیغمبر خدا گفتن که تو ایمانی تو کامل نیست، ایمانت کامل نیست. در اصل این حالت در چی است؟ وای دور است از مردم. برای این است که امروز بسیار فقیرها بایها را، داراها را بد میبینند، به خاطری که اونا فقط راحت خودشان اختیار کردند، برای برادر مسلمانش هیچ غمخواری نداره، هیچ غمخواری نداره. و در دوام چی گفتم؟ بعید من الجنه، آدم بخیل از جنت دور است، قریب من النار، لیکن به آتش دوزخ خیلی نزدیک است. در آخر پیغمبر خدا چی گفتند؟ ولا جاهل سخی احب الی الله من عابد بخیل. حدیث متفق علیه است. حبیب خدا گفتند اگر یک آدمی که بی سواد است، فقط 5 وقت نماز شب بیچاره با سهو و با غلط میخواند، هیچ سواد ندارد، گویم خیلی آدمی جاهل است، بی سواد آدم است، لیکن خداوند وی چی داده است؟ سخاوت پیشه کرده است. خداوند بازم این نادانیش وی دلیر است، در راه خدا خیر احسان میکند. پیغمبر گفت درجات همین انسان نادان از روی فضل گفت بالاتر است از یک نفری که شبن روزن روزدار است، شبن روزن عبادت میکند، تمام تفسیر و حدیث میداند و بخیل است، از اون قدرش در نزد خدا بلند است. آدمی که سخی هست. از آدم عابد، عابد گفته آدمی را میگویند که به نهایت عبادت کننده هست، بسیار با عبادت هست، لیکن چی است؟ فقط همین است که بخیل است. خداوند آدم جاهل سخی را گفته از دوست داشته تر است به سوی من از عالمی که وی بخیل است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رجوع میکنیم به آیت تغابن میآییم، پاره 29 از قرآن. و ما یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. خدا میگوید کسی که اگر از بندگان من اگر بخیلی را از وجود خودشان دور کنند، و ما یوق شح نفسه، کسی اگر در وجودش بخیلی را اگر راه ندهد، فاولئک هم المفلحون، اونها را خبر دهید که اینها روز جنت بهترین مکافات من جنت از اینها نائل می شوند. کسی که اگر در دنیا بخیلی را چیکار کند؟ بخیلی را از وجود خودش دور کند. امروز بخیلی، من در اینجا معنای بخیلی را شما چند معنا قطعی فهمید. یکی معناش همین است که
بخیل کسی هست که مالدار است، ثروتدار است، لیکن کمک نمیکند. همه راحت برای خودش اختیار میکند و خلاص، دیگر برای هیچ کس اختیار نمیکند. این یک بخیلی. دوم بخیلی امروز چی است؟ دوم بخیلی امروز در برادرای ما و شما میبینیم یک برادر ما خیلی تاجری خوب میشود، خیلی پیشرفتی خوب دارد. یک انسان دیگه پیدا میشد برای آنکه این انسان این تجارتی بابرا و این برادر تا که تجارت شکند هر راه ها را استفاده میده، بخیلی را پیشه میکند و این برادر تجار شه از این راه چکار میکند؟ با هر واسطه ها مانع میشود. یا اینکه امروز بخیلی در چی است؟ ببینیم یک برادر من خیلی پیشرفت دارد در علم، شاید قاری قرآن باشد، شاید که داملای خوب باشد، دیگرها بخیلی میکنند، دیگرها حسد میخورند و هر راه ها را استفاده میکنند که تا که پیش راه این نگیری. این هم یک نوع بخیلی هست. حبیب خدا میگوید لا تجتمعان فی قلب مؤمن، الخصلتان لا تجتمعان فی قلب المؤمن. دو خصلتی هست که در دل آدم اگر مسلمان باشد جا نمیگیرد. ببین آدم مؤمن و مسلمان دو خصلت در وجودش نیست. گفت پیغمبر از این خصلت ها ما میفهمیم که کی مؤمن است کی مؤمن نیست. پیغمبر گفتند البخل و سوء الخلق. در کدام جسدی که اگر بخیلی باشد، در کدام وجودی که اگر بد اخلاقی و حسد وجود داشته باشد، این انسان گفت مؤمن نیست. گفت پیغمبر زیرا در قلب آدم مسلمان این دو خصلت رذیله هیچگاه جا نمیگیرد، یکی بخیلی دیگری حسد یا دیگری گویم بدفعلی. زیرا الحسد حبیب خدا میگوید یأکلان حسنات کما تأکل النار الحطب. چگونه ای که آتش هیزم میخورد، حسد و بخیلی نیکی های شما را میخورد، نابود میکند. بار پیغمبر خدا را حکایش به یادم آمد، بین صحابه ها میگن نشسته بود که بناگاه پیغمبر خدا گفت الحال گفت از این جانب من یک مرد میدراید که بشارتی به جنتش میدهم، بعد وفاتش حتمی جنت میرود. صحابه ها حیرت دماندن این کی باشد؟ همه میگه چشم ها دختگی به سوی همون در بود، همون دروازه بود که کی میدراید. بناگاه میگه یک آدم اعرابی خیلی بیچاره وارد دروازه شدند، آمدن سلام کردند، نشستند، با پیغمبر خدا نمازها را خواندند و گشته رفتند. باز روز دیگر حبیب خدا گفت از این ناحیه از این جانب یک نفر الحال می دراید که واجب الجنت شده است. باز صحابه ها چشم دوختن نگاه میکنن، باز همون اعرابی است. روز سوم همین عمل رخ داد. بعدن چی شد؟ بعدن یکی از صحابه ها خواست که از فعل این مرد آگاه شود که چی فعل داشته باشد، چی کردار داشته باشد که این را پیغمبر خدا 3 بار خبر دادن که بعد وفاتش وارد جنت می شود، تا که این عمل او را من از خود کنم، من هم وارد جنت شوم. اگر وقتی به خانهش آمد که سر کوتاه میکنیم، وقتی به خانه آمد وارد خانه شد، میگوید من در خانه این برادر 3 روز مهمان شدم. در این 3 روز فقط 5 وقت نماز با جماعت دیدم، حتی نماز تهجدم گاها ندیدم. من عادی عبادت میکرد خلاص. وقتی 3 روز گذشت گفتم ای برادر عزیز، شما وقتی بیرون مسجد بودید پیغمبر خدا شما را بشارتی به جنت داد، چه عمل داری؟ من در این 3 روز هیچ چیز را از تو نفهمیدم. گفتند من هیچ عملهای زیاد ندارم، من خیر احسانی زیاد ندارم، من عبادتهای زیاد ندارم، فقط یک عمل دارم. چه عمل است؟ این است که اگر میبینم که در کدام برادر مسلمان یک بهبودی پیدا می شود، میبینم که در یک برادر مسلمانم یک پیشرفت پیدا می شود، میبینم که یک برادر مسلمانم خانه های زیبا انداخت، میبینم یک برادر مسلمانم با دولت شده است، در این هیچ حسد نمیبرم، هیچ حسد نمیبرم که این چرا این خانه را از کجا یافت، این بهترین مرکب از کجا یافت. گفته در این بخیلی نمیکنم.
از کجا این علم این پیدا کرد؟ گفته در اینا گو من بخل ندارم، شاید که همین خصلت من باشد و خداوند این بشارت بر زبان پیغمبرش و شما خبر داد. گفت این صحابه گفت حق است، گفت انا همین عملی تو گفت سبب شد و تو چی هستی؟ تو واجب الجنت هستی. این خوش به حال انسان هایی که حسد ندارند، بخیلی ندارند. حتی حبیب خدا میگوید طعام السخی دواء و طعام البخیل داء. اگر یک آدم بخیل مجبور شود، ببینین آدمای بخیل تا اگر یک مرگ مرده بالاش دهد هیچ کس دسترخوان او را نمیبینه، هیچ کس پاش خانه او را نمیبینه. برای چی؟ برای وای بیچاره در یکی از خصلت‌های خیلی خیلی رذیله‌ای که بخیلی است وای مبتلا هست. حبیب خدا گفت اگر مبادا در خانه آدم بخیل اگر شما طعام خوردید، شما طعام نه بلکه زهر خوردید، زیرا همه وجود شما را درمند میکند. آدم بخیل گفت طعامش حتی گو ضررتان میکند، لیکن و طعام سخی دواء. این سخن پیغمبر است. پیغمبر خدا گفت آدمی سخی گفت اگر مثل آدمی با یکم نتد، دویم تم نتد، سه نمود طعام نتد، تمام سلطه ها را پیش تم نیارد، همین یک عادی ترین اگر یک شوربا هم که بیارد گفت وای همش دوا هست، خرید زیاد خرید که وای بسیار دوای کلان است. آدمی سخی را عادی ترین طعامش برای شما بهترین گویم بهترینی طبابت است. حکایه هست از حال دو امام، یکی امام شافعی رحمت الله علیه، یکی امام احمد حنبل، که در باب طعام آدم سخی دوا هست. من برای شما یک حکایه میکنم. امام شافعی هم یکی از 4 مذاهب هست در روی دنیا اهل سنت و الجماعه، که یکی مذهب ما و شما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، دوم امام شافعی، سوم امام مالک و دیگر امام احمد حنبل. امام شافعی را خدا رحمت و مغفرت کند، حضرت 54 سال حیات دیدن و خلاص، خیلی حیات قلیل دیدن. و صاحبای تاریخ میگوید که درد بواسیر داشت، یعنی درد همین گیمرایی که ما و شما میگوییم. بیچاره در همین بیماری میگه گرفتار بود که شب و روز خون میرفت. یعنی دوستان خدا دائم در یک بلا و در یک درد گرفتار هستند. دوستان خدا باور کنید این جایی وصف نیست. شاید که بعض انسان‌ها مبادا در راست ما فهمند، زیرا ما تا حال دوست شدن پروردگار در مهنت کردگی نیستیم. تا حال ما اون قدری که این پیشواهای ما دارن باور کن ما خاک پایشان نمیشیم. لیکن هیچ دوستان خدا روزی خوب ندیدن، هیچ کدامشان راحت ندیدن، هیچ کدامشان در مکان خودش قدر قیمت پیدا نکردن. شما تصور کنید حبیب خدا در مکه، حبیب خدا ذاتی که خداوند باید دعوت کرد، ذاتی که نزد پروردگار رفتگی هست، در مکه مکرمه قدر پیدا نکرد، لیکن مدینه او را قبول کرد. در دیگر مکان چی شد؟ قدر کرد، پیدا کرد، قیمتش پیدا کرد. حضرت همین امام شافعی یک دیوان دارد و شاعری هم دارد، در دست من دیوانش است. و میگوید که مثال میارد که ببینید، میگوید همین سرمه‌ای که در چشم میمالیم، میگوید همین در زیر بحر است، در زیر بحر است، لیکن با بالای او همه حیوانهای آبی حرکت میکنن، بالای او نجاست میکنن. وقتی که آب بحر همین سرمه را از داخل بحر بیرون بحر دکی میپرتاید، مثال مکانش عوض میشود. در مکان خودش قدر نداشت، وقتی مکانش که عوض شد مردم میگیرد در دیده هاش میمالند. در اصل همین است. امام شافعی را خدا رحمت کنه 54 سال حیات دیدن. امام احمد حنبل 77 سال حیات دیدن و صاحب کرامات هم بودن. امام احمد حنبل، امام شافعی میگوید بار خاندان امام احمد حنبل ده مهمان شدم، شام بود. امام احمد حنبل میگوید آدمی سخی بودند، بسیار آدمی دستی با خیر داشتند. میگوید نزد من طعام آورد، از طعام میگوید خیلی استفاده بردم. بعدا با
حضرت نماز خفتن را خواندیم و به غرفه‌ای که برای من جدا کرده بودند رفتند. وقتی میگوید مهمانی من در این خانه تمام شد، دعای حضرت گرفتیم و از خانه بیرون شدیم. و دختر امام احمد حنبل از امام احمد حنبل پرسید: ای پدر، گفت همین مهمانی که دیروز خانه ما مهمان بود همین امام شافعی بود؟ اصل نام حضرت محمد بود، پدرش ادریس، محمد ابن ادریس. گفت بله همون امام شافعی. گفت اینقدر تو وای صفت میکردی، اینقدر عالم کلان، اینقدر آدمی با تقوا؟ گفت بله. گفت همه اینا گفت امام شافعی ارزنده است. گفت آخر وقتی در نماز شام من نگاه کردم دوستی خدا چرا اینقدر طعام زیاد میخورد؟ دوستان خدا خیلی کم خوراک بشود. من نگاه کردم نظر کردم امام شافعی بسیار طعام زیاد خورد. و دیگر نگاه کردم شب نماز تهجد نخواند و سحر وقتی که ما بامداد خواندیم پدر امام شافعی همون ظرفی که من آب طهارت بهر او گرفته بودم وای طهارت نکرد، به طهارت همراه ما نماز بامداد خواند. امام احمد حنبل حیرت ماندند. گفتن ان شاء الله من میپرسم. وقتی از امام شافعی پرسیدن گفتن این سه مسئله را دختری من از تو کشف کرد، آیا حق داره؟ حقیقت هست یا نه؟ گفت بله حقیقت داره. لیکن قسم به عظمت الله، زمانی که گو من در غرفه در آمدم و طعام زیادی که اول من خوردم این به خاطر اون نبود که من شکمم سیر شود، بلکه ای امام احمد حنبل تو سخی هستی و تو لقمه حلال داری. پیغمبر خدا گفتن طعام السخی دواء، آدمی سخی را طعامش دوا هست. من به خاطر دوا گفت اینقدر زیاد خوردم، به این خاطر خوردم. و دوم نماز تهجد خوانده نتوانستم به خاطری که وقتی که در بستر خواب در آمدم همچنان تصور کردم که در پیش من هم قرآن و هم احادیث های پیغمبر وجود دارد. یک آیت قرآن یادم آمد، از یک آیت قرآن 72 مسئله فقهی را من اخذ کردم. چشمم اکشام که سرخ شده است. نماز تهجد نخواندنم به این خاطر بود گفت. لیکن من طهارت نکردم. گفت قسم به خدا، گفت همون طهارت شبم باقی بود. گفت دوستای خدا را ببینید، طعام آدمی سخی چی هست؟ دوا هست. لیکن طعام آدمی بخیل حضرت ها گفتند این دا هست، این درد است. گفتند اذا كانت امراؤكم خياركم واغنياءكم سمحاءكم واموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها. پیغمبر خدا میگوید اگر پادشاهای شما خیرخواه مردمش باشد، اگر پیشواهای شما حقیقت گفتار و حقیقت رفتار باشند، اگر بایهای شما سخی باشند، اگر هر مسئله که در بین شما می براید با مصلحت جمعیت حل شود، این حالت به پیغمبر گفت برای شما پشت زمین بهتر است از شکم زمین. یعنی برای شما زندگی بهتر است از اینکه شما مردگی باشید، وفات کردگی باشید. یعنی از مردن تان دیده حیاتتان برای تو شما خوب است. وقتی که اگر پیشواهای شما خیرخواه شما باشند، بایهای شما سخی باشند و مسئله های شما بین یکدیگر حل شود. لیکن در دوام گفتند اذا كانت امراؤكم اشراركم، اگر پیشواهای شما بدخواه شما باشند، اگر پیشواهای شما بدکار شما باشند، و اغنیاؤکم بخلاؤکم، بایهای شما بخیلهای شما باشند، و امورکم الی نساؤکم فبطن الارض خیر لکم من ظهرها. اگر پیشواهای شما بدکار باشند
بایهای شما بخیل باشند، مسئله های شما را فقط زنهاتان حل کند، این حالت در حضرت گفتن شکم زمین برای شما بهتر است از آن که در پشت او شما حیات به سر میبرید. این حالت اگه مردن شما بهتر است از اینکه شما حیات میبینید. اینا همه فضل کی است؟ فضل آدمی سخی است. ما من یومی یصبح العبد فیه الا ملکان ینزلان. اینم حدیث متفق علیه است. سحر می شود، حبیب خدا گفت دو ملائکه از آسمان پایان می شود. دو ملائک پایان می شود. چی می گویند؟ فیقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا. ملائکه پروردگار را گوش اندازین چی می گوید؟ ای پروردگار، تو می دانی که در این پارچه تاجیکستان چند نفر بای است. تو می دانی بایهای تاجیکستان نزد ذات تو معلوم است. میدانی که کیها از $1000 زیاد دارند. یعنی $1000 آدم داشتگی این صاحب نصاب است. البته آدمی بای حساب میخورد. تو میدانی. از این خاطر و میدانی که اونها بازم این بای بودنشان باز چی هستند؟ سخی هستند. باز از این مالی که تو به اونها دادی، این بایهای تو باز در راه حق و در راه درست برای آبادی اسلام، برای آبادی این پارچه تاجیکستان، آبادی ها در حرکت دارند. ای پروردگار تو میدانی. از این خاطر ما دعا میکنیم به سوی تو، اللهم اعط منفقا خلفا. خدایا در هر یک سامانه که میدهند خدایا به 700 عوض ده. خدایا دولتشان زیاده بگردان. آن کسانی که امروز کسب سخاوتی دارند، آن کسانی که امروز خیر احسان میکنند، ملائکه های رحمت دعا میکردن پروردگارا دولتشان زیاده بگردان. خوش به حال همون برادران با دولت، خوش به حال آن برادرانی که امروز دست سخاوت دارند، از این دعای پیغمبر خدا برخوردار میشوند که اللهم اعط منفقا خلفا. در حق ما و شما یک داملا دعا میکنه چند قدر خرسند بشیم. در حق ما و شما یک شیخ دعا میکنه چند قدر خرسند بشویم. وقتی ملائکه در حق تو دعا میکند که خدای مهربان، فلانی ابن فلانی که دولت دارد لیکن با از دولتش دیگر بنده های تو را برخوردار میکند، خدای دولتش زیاده بگردان. ملائکه در حق تو دعا میکند. دومش چی میگوید؟ اللهم اعط ممسکا تلفا. خدایا تو میدانی که در این مملکت چند قدر بای است و میدانی که اونها بخیل هستند. میدانی که اونها به کسی یاری نمیدهند. هر چی که میابند فقط در جان خودشان صرف میکنند. هر چی میابند فقط برای معیشت دنیا استفاده میبرند. هر چی میابند فقط در ذات تو عصیان میکنند. هر چی میابند در راههای نادرست صرفشان میکنند. ای خدای مهربان، مادامی که این خیل باشند ما دعا میکنیم که اللهم اعط ممسکا تلفا. خدای مهربان همین ممسک ها را، همین بخیل ها را دولتشان شکسته بگردان. خدایا دولت از دست اونها بگیر. گفته مال و ملک اونها را تله و تاراج بده. این ملائکه ها در حق اونها دعا میکرده. چی دعای بدی هست؟ ما میتوانیم که از دعای بدی اینها نجات بیابیم زمانی که اگر دستی سخی داشته باشیم، دستی سخاوت داشته باشیم. الحمدلله که امروز شکر کردن در کار که خدا ما را مال داده است، خداوند ما را دهنده کرده است. این دا باید شکرانه کنیم. یک زمان ما پیش ما فکر کنیم، یک 5 ساله ما پیش ما فکر کنیم کی بودیم. الحمدلله که امروز الله ما را صاحب دلار کرده است، امروز صاحب این قدر مبلغ کرده است. پس چرا بنده های خدا را دستگیری نکنیم؟ زیرا که یک زمانی مثل همینها بودم منم. حضرت مولوی رومی را خدا رحمت کنه میگه، گفت پیغمبر که دائم بحر پند دو ملائک خوش منادی میکنند، ای خدایا منفقان را سیر دار، هر درمشان را عوض ده 100,000. میگد ملائکه ها میگفتن پروردگارا منفقان کسانی که خیر احسان میکنند، ای پروردگار همین منفق ها را تو میشناسی، میدانی.
کسانی که خیر احسان میکنند هر درمشان را عوض ده 100,000. خدایا آخی ذات تو قدرت دارد که در عوض 1 درهم 100 درهم دهد، در عوض 1 سامانی 100,000 سامانی دهد. خدایا ما دعا میکنیم که همین منفقا را، همین کسانی که خیر احسان میکنند در هر خراجاتی میکردگیشان 100,000 نصیبشان میگردان. لیکن در دوم ملائک چی میگفت است؟ ای خدایا ممسکان را در جهان تو مده الا زیان اندر زیان. خدایا آن کسانی که مال دارند، پول دارند، لیکن غیرت ندارند، لیکن در راه تو صرف نمیکنند، دعا میکنیم که خدای مهربان هر یک زمان بالای اونها یک زیان بیار، هر یک زمان بالای اونها یک بلا بیار، هر یک زمان اونها را در یک مشقت گرفتار کن تا که اون مالی که جمع کردن در همون راه نادرست صرفش کنند. این از پند عزیزان ما و شما. این از برای آن کسانی که اگر سخی باشند، آن کسانی که در دنیا سخاوت برای خودشان اختیار میکنند، انشاءالله هم در دنیا هم در آخرت اونها سربلندند. حضرت سعدی را خدا رحمت کنه میگه زر و نعمت اکنون بده کان توست. چگونه یک کان طلا و کان نقره وجود دارد که به خودش یک صاحب داشته باشد، میگه امروز این مال و ملکی که در زیر تصرف دست تو است، تو سردار همون کان هستی، تو صاحب همون مال و ملک هستی. الحال زمانی که تو حیاتی، زمانی که تو قدرت داری. ببین زر و نعمت اکنون بده کان توست که بعد از تو بیرون زی فرمانی توست. وقتی تو چشمکی پوشیدی، وقتی که آوردن تو را 4 تکبیری صلات جنازه را خواندن، وقتی بردن در قبر که گراندنود، بالای مال و ملک تو وارثای بسیار پیدا میکنند. تمام دیگر تو از این مال و ملک هیچ چیز دیگر تقسیم کردن نمیتونی، زیرا تمام وارثی تو تمام شد، سرداری تو تمام شد. به دنیا توانی، در دوام میگوید به دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. به دنیا توانی عقبا خری، میتونی که تو جنت در همین دنیا الکه از خود کنی، زمانی که اگر از مال و ملکت برادرها تا برخوردار میکنی. و الا زمانی که قبر میروی، در قبر، خانه قبر وقتی که ترا جای میکنند، و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدكم الموت ويقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها الله خبیر بما تعملون. این بهترین حکمت است، بهترین مثالی هست که پروردگار در قرآن برای تمام آن کسانی که این حسرت به قبر میبرند خبر میدهد. خداوند گفته و انفقوا، ای بنده هایی که امروز صاحب دولت و مال هستید، نفقه کنید، مالهاتون در راه خدا خیر احسان کنید، زیرا زمان مرگ بالای شما می آید. احدکم الموت فیقول ربی، وقتی جان دوباره میگوید در تو، خداوند که جای میکند چی میگفته؟ ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب. ای پروردگار، من یک آدمی با دولت بودم، یک آدمی که خیر پول زیاد از پسم باقی ماندم، ازا تو قدرت داری که همین بالای قبر کشاده کنی و بار دیگر مرا خانم روان کنی. ای خدای مهربان، زاره میکنم، تولا میکنم، یک بار دیگر مرا از همین زندان کشاده کن، خانه میرم. به مقصد چی؟ اکون من الصالحین، بهترین بنده تو میشم و بهترین سخیگی را برای خودم اختیار میکنم. ای پروردگار رخصتم بده. خدا چی میگفت است؟ ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها الله خبیر بما تعملون. ای بای حسرتی، این پروردگار تو میدانیست که تو با کدام عمل چنگ میزنی. از این خاطر هر کسی که در این خانه قبر آمد، خدا چی گفته ایستاده است؟ ولا یؤخر الله نفسا
دیگر دوم باره بازگشت به سوی خدا خانه نداره. تمام هر چی کاری دی، هر چی کردی، الحال جزاش میگیری. مرده را برند سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور. وقتی مرده را که میبردند، این جان 50 ساله و 60 ساله‌ای که در وجودش بوده است، از بالای قبر بعد نظارت میکرده است و می نگوید به نفس ای بدکش، هم به من ساختی و هم بر خویش. جان ملامتش میکند ای انسان، تو از چی کم بودی؟ خانه های خوب داشتی، یک زنم نه، قریب 4 زنم داشتی، 3 زنم داشتی، فرزندای زیاد داشتی، مال ذخیره داشتی، همه شرایطت آماده بود، هیچ کم بودی در تو نبود کو. چرا حکم خدا تا اجرا نکردی؟ چرا سخن پیشواها را گوش نکردی؟ چرا فکر کردی که پیشوا برای خودشان میگویند، حالا که پیشوا پروای پولی تو نداره؟ پیشوا برای جان تو میگوید، پیشوا برای راحتی تو میگوید. می نگوید به نفس ای بدکش، ای بدفعل، ای بد اخلاق، هم به من ساختی و هم بر خویش. هم به من ساختی و هم بر خویش. عاقبت حال این چونین برده، چون نکردی عمل بفرموده. میدانستی که عاقبت مردن هست. این مال و ملکم اگر دنیا را که گیرم، عاقبت قبرستان میرم. ایرا میدانستی تو، زیرا خداوند خبر داده است کل نفس ذائقة الموت، همه شما مرنده هستید، هیچ کدام شما در دنیا باقی نمیمانید. جان به او ملامت میکرده است. همین میدانستی کو، میفهمیدی روز از روزا وارد قبر میشوی، چرا اصلاح نشدی؟ چرا سخن خدا را قبول نکردی؟ این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی، بی وفا بوده است مال و جفت، نزد مولای خود چی خواهی گفت؟ میخستی، زن میگفتی، فرزند میگفتی، مال جمع میکردی، الحال منکر و نکیر میآیند، الحال ملائکه های پرسنده میآیند، الحال این قبر تو یا به روضه از روضه های جنت مبدل میگردد، یا با چقوری از چقوری های آتش دوزخ. چرا این کار نکردی؟ چرا این عمل نکردی؟ الک پیش از ملائکه ها جانش ملامتش میکند، جانش زیر تنقید قرارش میدهد. این که میخیستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی، بی وفا بود از مال و جفت، از مولای خود چی خواهی گفت؟ کنی همون فرزندت، کنی همون عائلت، کنی همون مالهایی که غمی اونها را میخوردی، کنی اونها در قوتی تو نیستن؟ خب گوش باید که بشنود این را. حضرت میگوید برای این سخنهایی که از زبان این پیشواها صدا داده ایستاده است، برای این گوش انسانی در کار. گوش باید که بشنود این را، بکند فکری جان شیرین را. عقل باید کار فرماید، مرده را بیند و به خود آید. حضرت میگوید عقل هاتون در کار درارید، مال هاتون نصیب کند. خدا با از این ده مال زیاد دهد، لیکن بنده های خدا را، محتاجا را فراموش نکن، همسایه ها تا فراموش نکن. یتیم بچه هایی که امروز پدر و مادر ندارند، در صغیره خانه ها خوابیده هستند، اونها را میفارد مثل فرزند تو کستون و بروک داشته باشند. اونها را میفارد که در لیسه های بلندترین خوانند، اونها را میفارد که آینده خوب داشته باشند. اونها را کمک کن. اگر تو غیرت داشته باشی، یکی اونها را رفته از اونجا بگیر، بیار در پهلوی فرزند و در خانه خواب کن، تربیهش کن، برو به وایه برسان. این از قاعده اسلام، این از حکم پروردگار. افضل صدقتی ان تصدق و انت صحیح شحیح. پیغمبر میگه افضل ترین صدقه کدام صدقه است؟ همان صدقه ای هست که انسان در حالتی که تندرست است، در حالتی که همه قوه در دست خودش است، انا همون حالت در خیر احسان میکنه. تخشى الفقر و تأمل الغنا. بین وقتی که میگوید بهترین صدقه هم صدقه ای هست که وقتی وای میبرارد $100 یا $200 برای در راه خدا دادن، وجودش میلرزد، وجودش میلرزد، ترس فرا میگیرد ویا که این $100 میدانی آخه از اون دادن
یا در خانه صرف کن یا در یک کار صرف کن، این وسواس شیطان است. نده، میترسانش. تخشى الفقر و تعمل الغنا. این در باقی مان باز دولت زیاد میشه، تو به دولت آدم هستی. گفته این وسواس ها را پیدا میکنه. پیغمبر گفت انا همین حالت اگر انسان نترسد گوید باقی ندارد. $100 شمیتم، $1000 دیگه در پس دارم، شکر. $1000 هم که دادم، $100,000 دیگه در پس دارم، باقی ندارد. با غیرتانه میبرارد در راه خدا، در راه مردم های محتاج و مستحقا وقتی میدهد. این پیغمبر گفتن افضل صدقه، این بهترین صدقه است. در دوام چی گفتن؟ بین چی یک کیانه های وجود دارد. ولا تمهل حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان کذا ولفلان کذا الا وقد کان لفلانی. حبیب خدا بهترین درس دادن، بسیار عادی گفتن، عادی صحبت کردن. گفتن فرزندای من، اگر من میخواستم خداوند همین طائف، کوی طائف همشه برای من طلا میکرد، لیکن من اینو نخواستم. لیکن امروز تو امتی من هستی، تو نمازخوانی، تو خدا ترسی، تو را امروز خدا به دولت کرده است. برای خودت وقت نگیر که پگاه میدهم، روز دیگر میدهم. زیرا روز از روزها گفت جان در حلقت می آید. اون زمان در پشیمان میشه که هذا لفلانین. بعد فریاد میکنی بچم نزدم بیا، که همین بر در همون مسجد برای آبادیش ده، همین پولی مرا گرفته همون مکتب بر یک سیمخانه را آباد کن، بچم همین پولای مرا گیر فلان یتیم خانه ها را برده بده. گفت این آرزوها را میکنی و همین ها را میگوی. الا وقد کان لفلانی. گو دیگر نگو. گفت پیغمبر بی گفتنی تو هم گفت دیگر از فلانی می شود. بی گفتی تو هم دیگر گفتی از امون به خودش صاحباش پیدا میکند. تو اگر میخواستی که افضل ترین صدقه را از خود کنی، کدام وقت؟ انا همون زمانی که تو قدرت داشتی، همون زمانی که بالای پا بودی، انا همون زمان اگر با دستی خودت میدادی، این حالت تو افضل ترین صدقه را از خود میکردی. در آخر من یک حدیث قدسی میخوانم که برای تمام انسان ها باید این درس شود و نترسید از دادن مال و ملک. پیغمبر قسم میخورد پیغمبر به خدا و عزتی و جلالی والذی نفسی بیدی. پیغمبر بین قسم به خدا میگوید. چگونه ما و شما عادت داره میگیم خدا بزنم، پیغمبر هم قسم خوردن، قسم به خدا گفتن. برای چی قسم خوردن؟ تا که ما امتهای ترسانچک باوری حاصل کنید. قسم به خدا گفتن. ما نقسم مال عبد بالصدقه. قسم به خدا گفتن که انسان اگر در راه خدا سخاوت کند، دستی میدادگی باشد، قسم به عظمت الله که مالش کم نمی شود، هیچگاه کم بغل نمی شود. زیرا پروردگار، من دیگر نرسیدم به اون آیتی که اول قرائت کرده بودم که به شما خبر بدم که خداوند در یک سامانی چند سامانی به شما میتد. فقط شما همین عقیدتون مستحکم کنید، بی غیرت نشوید. زیرا حبیب خدا هم در حدیث قدسی میگوید انفق یا ابن آدم ينفق علیک. خدا گفته ایستاده است، قول تعالی هست. انفق، ای فرزند آدم نفقه کن. تو هیچی نداشتی، تو یک گدا بودی، تو بی پول بودی، من دادم مالا، همین مالی که داری الحال اونا را من دادم. تو چی میترسی؟ انفق، صدقه کن. یا ابن آدم، فرزند آدم، ينفق علیک، من که ذاتی پر اقتدار هستم، من که همون مال دهنده هستم. ينفق علیک، قسم به عظمتیم که با مالت میتونم بته مالت میتونم. این پروردگار خودش علی در آیت زاریات من نرسیدم قسم میخورد. فورب السماء والارض انه حق. این پروردگار قسم میخورد، قسم به عظمتی میگد ای بنده باور کن. میگوید نه ترس، میگوید من رازق هستم، من رزق دهنده هستم، من به تو در عوض مالت میتم، فقط تو دلیر شو. این بهترین بشارت ها، بهترین خبرها. فقط ما چیکار کنیم؟ بیدار شویم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله من جمعه آینده هم شاید در این باب صحبت کنم، زیرا
قریب همه صحبت های من باقی ماند. اینجا چند قصه ها و چند حدیث های ناگفته ماند. اگر حیات داشته باشیم با تا جمعه دیگر انشاءالله اینا دوام میدیم. فقط تا جمعه دیگر اگر برادرایی که اینجا دولتدار هستین، امروز من میدانم که خیلی برادرای با دولت زیاد شده است، من خرسند هستم به خدا قسم. دائم دعا میکردم که خدای مهربان همین مردم تاجیکستان بای بگرداند نسبت همه دیگر دولت ها. خدایا همین مردم تاجیکستان ما را بای بگرداند. این دائم یک دعای ما بود. ما افتخار میکنیم که شما بای میشوین، لیکن بای شوین که از بایی شما هم تاجیکستان من آباد شود، هم مردم مسلمان من هم بیچاره از طلبیدن و از خاری و زاری نجات بیابد. این به شما خیلی وابستگی کلان دارد. الحمد لله الذي جعل الإنسان مسلما بقول لا إله إلا الله، ولا يصح الإيمان بهذه الكلمة حتى يقول محمد رسول الله، وبدل سيئاته بالحسنات فيقول سبحان الله والحمد لله